خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز. بنده نیما یزدخواستی هستم. در این جلسه قصد دارم آموزش مباحث نظام مهندسی برای آمادگی آزمون محاسبات در خدمتتون باشم. انشالله که مباحث 6 تا 10 نظام مهندسی رو با هم کار خواهیم کرد و ابتدا از مبحث 10 میخوایم شروع کنیم. از مباحث مقدماتیش، مفاهیم مقدماتی طراحی سازه‌های فولادی سعی می‌کنیم هر جلسه یک دو مثال حل کنیم و الان می‌خوایم یه طراحی یک تیر دو سر ساده به روش LRFD رو مورد بررسی قرار بدیم. سوال اول گفته چی؟ برای یک تیر دو سر ساده به طول 10 متر مربوط به بام با پوشش سبک، بار مرده 4 کیلو نیوتن متر، بار زنده 6 کیلو نیوتن متر و بار برف 5 و بار باد 6 کیلو نیوتن متر به صورت مکش محاسبه شده است. در طراحی به روش LRFD حداقل مقاومت خمشی مورد نیاز در این تیر را بیابید. خب برای حل این سوال میاد به ترکیب بارهای روش ضرب بار مقاومت یا LRFD داریم که از مبحث 6 کمک میگیریم. من ترکیب بارهای مبحث LRFD و ترکیب بارهای 1 تا 7 رو براتون اینجا قرار دادم و ترکیب بارهای 8 و 9 هم که ترکیب بارهای خودکورنشی هستن که خب اینجا توی این سوال برای ما مورد نیاز نیست. خب اول میام می نویسم که ما الان توی صورت سوال چی ها رو به همون داده. یک کیو دی به همون داده، بار مرده 4 کیلو نیوتن بر متر، بار زنده بام هست یعنی کیو ال آر 6 کیلو نیوتن بر متر، دیگه بار برف کیو اس 5 کیلو نیوتن بر متر و بار باد رو به صورت مکش به همون داده. پس ما اینجا به صورت منفی قرارش میدیم، منهای 6 کیلو نیوتن بر متر. حالا اگر بار باد به صورت فشار بود کیو مثبت میشه، ولی حالا توی سوال منظورش مکش بوده و در نتیجه ما اینجا کیو دبلیو منفی گرفتیم. خب حالا بعد یکی این ترکیب بارهایی که اینجا نوشتیم، ترکیب بار 1 تا 7 رو مورد بررسی قرار بدیم و ترکیب بار بحرانی رو برای این سوال در نظر بگیریم. توی ترکیب بار 1 اول میخوایم اینو بررسی کنیم. میگیم چی؟ میگیم کیو 1 مساویس با 1.4 بار مورد کیو دی. ترکیب بار 2 چی میشه؟ کیو 2 مساویس با 1.2 کیو دی به علاوه 1.6 کیو ال. خب حالا ما میخوایم این قسمت رو مورد بررسی قرار بدیم. نیم تو پرانتز LR یا S یا R. خب LR که بار روف یا همون بار باممونه، زنده بام، بار S بار برف و R هم بار بارانمونه. خب بعد ما از بین LR S یا R ماکسیمومش رو توی این ترکیب بار قرار بدیم که حالت بحرانی دست بده. پس اینجا می نویسم به علاوه نیم در ماکسیموم کیو ال آر و کیو اس و کیو آر باران. حالا توی این سوال که اصلا کیو آر نداریم پس این قسمت صفره. حالا بعد ماکسیموم کیو ال آر و کیو اس بذاریم.
حالا من انشالله تو قسمت بعد ماکسیموم اینا رو مقداریشو به دست میارم. الان فقط میخوام ترکیب بار رو به صورت خلاصه بنویسم. حالا ترکیب بار 3 چی میشه؟ این هم 1.2 از کیو 3 مساوی با 1.2 کیو دی به علاوه دوباره این قسمت هم ماکسیموم LRS یا R، دوباره می نویسیم 1.6 ماکسیموم QLR و QS و QR و قسمت بعدیش چی؟ قسمت بعدی میشه اینجا، میشه L یا نیم ضرب در 1.6 W، یعنی ماکسیموم L QL رو بنویسیم QL و نیم ضرب در 1.6 W، نیم ضرب در 1.6 نویسیم 8 QW. خب اینم این ترکیب بارم اوکی شد، به این صورت باید بنویسیمش. خب ترکیب بار 4مون چیه؟ 1.2 اینجا می نویسم QW4 مساوی با 1.2 QD به علاوه 1.6 W میشه 1.6 QW به علاوه L به علاوه دوباره ماکسیموم این قسمت رو میخوام بنویسم، ماکسیموم نیم ضرب در ماکسیموم QLR و QS و QR. خب ترکیب بار 5 رو هم می نویسیم QW5 مساوی با 1.2 QD به علاوه بار زلزله QE به علاوه بار زنده QL به علاوه 2 QS و ترکیب بار 6مون به همین صورت میشه QE6 مساوی با 9 QD به علاوه 1.6 QW و در نهایت ترکیب بار 7مون میشه QW7 مساوی با 9 QD به علاوه Q زلزله QE. خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ ما باید با استفاده از این ترکیب بارها که 7 بودن مقدارشون رو یکی Q1 تا Q7 به دست بیاریم. بحرانی ترین حالت یا همون بیشترین حالت که حالا ممکنه این بیشترین حالت ها مثبت یا منفی باشه، فرق نمیکنه. اگر Qمون مثبت باشه لنگر مثبت میندازه تو وسط دهان حد اکثرش و اگر Q منفی باشه که حالا به صورت مکشه بارمون به صورت لنگر منفی خواهد بود در وسط دهان. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید با استفاده از این 4 تا مقدار که من الان اینجا دورش خط میکشم، با استفاده از این 4 تا مقدار QD QLR QS و QW این مقادیر رو تو این ترکیب بارهای Q1 تا Q7 قرار بدیم و مقدار Q1 تا Q7 رو به دست بیاریم و مقدار بحرانی از بین این حالت رو انتخاب کنیم تا بتونیم اون تیرمون رو برای لنگر حد اکثر طراحی کنیم. حالا یه سری موارد دیگه ای وجود داره، مثلا QR یعنی Q باران، خب اینا صفر قرار میدیم چون مقدارش صفر توی این زبان.
یا مثلا کیو ای نیروی زلزله مساوی با صفر، یا کیو ال بار زنده. ما بار زنده نداریم، ما بار زنده یه بام داریم، پس بار زنده یه بام رو همیشه قرار میدیم کیو ال آر. خب حالا از Q1 تا Q7 توی صفحه بعد من یکی یکی به دست میارمشون با استفاده از همون فرمولای Q1 تا Q7 که توی صفحه قبل نوشتیم دیگه. من به صورت خلاصه می نویسمش، فقط یکیش حالا مثال میزنم. مثلا Q1 بود 1.14 QD. خب به جای QD توی صفحه قبل گفتیم بار مورد 4 کیلونیوتن بر متر، می نویسیم 1.14 ضرب در 4 مساوی با 5.6 کیلونیوتن بر متر. خب Q دومون چی بوده؟ Q دومون به این صورت بود 1.2 QD به علاوه 1.6 QL. خب به علاوه نیم ضرب در ماکسیموم QL R و QS. خب حالا اینا رو بعد جایگذاری عدد کنیم دیگه، هیچ فرق نمیکنه. میشه 1.2 QD مون 4 به علاوه 1.6 QL مون توی سوال QL یا QLR بعد باشه. اگر QL که خب این صفره، به علاوه نیم ضرب در ماکسیموم QLR و QS. خب ماکسیمومشون کدومه؟ QLR رو توی سوال بهمون داده 6، QS رو بهمون داده 5. خب پس QLR بحرانی تر میشه، پس ما اینجا می نویسیم نیمه ضرب در 6 جواب میشه 7.8 کیلونیوتن بر متر. خب Q3 رو به دست میاریم، مقدار Q3 برابر است با 1.2 QD به علاوه 1.6 ضرب در ماکسیموم QLR و S به علاوه ماکسیموم QL و 8 QW. خب اینا رو جایگذاری میکنیم. 1.2 ضرب در QD مون که 4 به علاوه 1.6 در ماکسیموم QLR و QS که گفتیم میشه QLR میشه 1.6 ضرب در 6 به علاوه ماکسیموم QL و 8 QW. اینجا رو باید دقت کنیم، QL که نداریم صفره، 8 QW منهای 6، 8 ضرب در منهای 6 میشه منهای 4 و 8. خب الان به نظرتون صفر بحرانی تر میشه یا منهای 4 و 8؟ قطعا صفر. چرا؟ چون ما اینجا داریم همه رو با هم جمع میکنیم این دوتا رو، اگر اینجا رو با هم جمع کنیم قطعا یه عدد بزرگتری خواهد بود، ولی اگر منهای 4 و 8 همش کنیم عملا Q3 رو از مقدارش کاسته میشه. پس ما اینجا دوباره ماکسیموم همون صفر رو قرار میدیم به علاوه صفر که جوابمون میشه 14 کیلونیوتن بر متر. Q4 مون چی میشه؟ میشه 1.2 QE به علاوه 1.6 QW به علاوه QL به علاوه
علاوه نیم ضرب در ماکسیموم کیو ال آر و کیو اس. خب اینم جایگذاریش میکنیم، میشه 1.2 ضرب در کیو دی 4 به علاوه 1.6 کیو دبلیو منهای 6 به علاوه کیو المون 0 به علاوه نیم ضرب در ماکسیموم این دوتا که گفتیم کیو اس 5 کیو ال آر 6. ماکسیموم میشه 6، اینها هم مقدارش میشه منهای 1.8 کیلو نیوتن بر متر. خب پس یادمون باشه کیو دبلیو ما اینجا برابر منهای 6 قرار دادیم. خب الان 4 تا ترکیب تا حالا به دست آوردیم، 3 تا ترکیب دیگه مونده. خب ترکیب بار کیو 5 رو به دست بیاریم، پس کیوی 5 مساویس با کیو 5 مون چی بود؟ کیو 5 مون بود 1.2 کیو دی به علاوه کیو ای به علاوه کیو ال به علاوه 0.2 کیو اس. خب جایگذاری میکنیم، میشه 1.2 ضرب در 4 کیو دی مون به علاوه کیو ای بار زلزله نداشتیم 0، بار لایو نداشتیم 0 به علاوه 0.2 کیو اس 5 بوده، 0.2 ضرب در 5 جواب میشه 58 کیلو نیوتن متر. خب کیو 6 رو هم به این صورت خیلی سریع حساب میکنیم، میشه 9 کیو دی به علاوه 1.6 کیو دبلیو که میشه جوابش 9 ضرب در 4 به علاوه 1.6 ضرب در منهای 6. جوابش میشه منهای 6 کیلو نیوتن متر. و یک کیو 7 هم بود. کیو 7 مون چی بود؟ کیو 7 مون ترکیب باری بود که 9 کیو دی به علاوه کیو ای که میشه کیو ای که 0 بود میشه 9 ضرب در 4 به علاوه 0 میشه 3.6 کیلو نیوتن بر متر. خب ما گفتیم چی؟ این 7 کیویی که به دست آوردیم بحرانی ترین حالتشو میایم انتخاب کنیم. بحرانی ترین حالت ما الان کدومه؟ اول میایم مقادیر رو دورش خط میکشیم. این 58 کیو 5 کیو 6 منهای 6 کیو 7 3.6. خب الان توی این 3 تا حالت کیو 5 تا کیو 7 الان منهای 6 حالت منفیه از همه بحرانی تر، یعنی مقدارش از همه بیشتره. حالا اگه بخوایم قدر مطلقی حساب کنیم مقدارش از همه بیشتره، ولی کیو 1 تا 4 هم باید بررسی کنیم. خب کیو 1 مون چنده؟ کیو 1 مون 5 و 6، کیو 2 مون 7 و 8، کیو 3 14 و 4. خب دیگه پس این 14 و 4 خیلی زیاده، پس کیو 3 بحرانیه تا الان و کیو 4 هم منهای 1.8. پس بحرانی ترین حالت ما همین کیو 3 میشه. خب الان که بار 14 و 14 همه کیو 3 از همه حالت ها بحرانی تر شد، میایم مسئله رو حلش میکنیم ادامه شد. خب حالا میام من این تی رو میکشم،
گفتیم آقا تیرمون 10 متره، یعنی همچین حالتیه. طولش 10 متره که تحت ترکیب بارهای مختلفی قرار گرفته که حالا این حالت بحرانیمون Q3 بود که یه حالت لنگر مثبت ایجاد میکرد در وسط دهانمون. پس میگیم QAU 14 کیلونیوتن بر متر. خب اگه بخوام نمودار لنگر این تیر رو بکشیم به این حالت در وسط دهانه، حد اکثر M ماکسمون دقیقا در وسط دهانه خواهد بود. پس M ماکس. البته این لنگر منفیمون اگر تیر به صورت بار منفی بود، اگر میخوایم مثبت بکشیم دقیقا برعکس این میشه. شما الان لنگرمون مثبت بود، پس به این صورت خواهد بود. M اگر این تیرمون باشه حد اکثر در وسط دهانه M ماکس خواهیم داشت و این هم می‌نویسیم دیاگرام M. این در حالتیه که الان توی مسئله هست M ماکسمون به این صورته. حالا اگر به فرض QAUمون کوچکتر از صفر، یعنی یه عدد منفی حالت بحرانی بود، مثلا میشد منهای 10 بار بحرانیمون، در این صورت به این صورت میشد لنگرمون باز هم در وسط ولی به صورت منفی M ماکسمون میشد، لنگر منفی. این هم میشد در این حالت. ولی خب ما الان توی این سوال با حالت اول کاره. خب حالا ما این لنگر حد اکثر برامون مورد سوال توی این مسئله میگیم خب QAU رو داریم 14 کیلونیوتن بر متر. لنگر حد اکثر اون چجوری به دست میاد؟ MAU یا همون M ماکسمون میشه. اگر تیر دو سر ساده باشه میشه QAU ضرب در طول دهانه به توان 2 تقسیم بر 8. حد اکثر لنگر در وسط دهانه میشه 14 ضرب در طول دهانه. ما توی سوال داده 10 متر به توان 2 تقسیم بر 8. پس جوابش میشه حدوداً 180 کیلو نیوتن در متر. پس حل شد این سوال. لنگر خمشی حد اکثرمون توی این سوال برابر با 180 کیلو نیوتن در متر شد. ممنون از همراهیتون با این بخش. خدا نگهدار.